من توی هتلی که ما رو برده بودن از اون هتلدار پرسیدیم آقا اینجا کی میشه رفت زیارت کرد؟ گفت والا هر موقع برید شلوغه، حالا ساعت 2-3 بعد شب برید شاید خلوت‌تر باشه. من و خانومم 2-3 واقعا هم تو 2:30 اینها رسیدیم اون تو، رفتیم دیدیم هیچ جوری نمیشه رفت جلو. من که دیدم هیچ جوری نمیتونم مثلا برم جلو. من از این زاویه فکر کردم که خب حقمه دیگه، این همه سال نیومدم و اینا، حقمه، اینم رام نده هستن، تا اینجاشم که رام داده خیلیه. اینو تو دلم با آقا صحبت کردم، آمدم بیرون و باور کنید به همین چیز که داشتم نگاه میکردم دیدم یوهو این شعر داره میاد. این هست، این واقعا این کار اینه. شرمندم که همت آهو نداشتم، 63 سال راه به این سو نداشتم. اقرار میکنم که من این های و هوی گنگ ها داشتم همیشه ولی هو نداشتم. جسمی معطر از نفسی گاه داشتم، روحی به هیچ رایحه خوشبو نداشتم. فانوس بخت گمشدگان همیشه‌ام، حتی برای دیدن خود سو نداشتم.